هر کسی که میخواد گچ بینیشو برداره 100% روزیه که خیلی استرس داره و همه به من میگفتن که سر گچ برداشتن خیلی استرس زیادی داره، ولی برای من خیلی استرس نداشت. بیشتر سر بخیه برداشتن خیلی من استرس داشتم قبلش. نه این ورم فوق‌العاده زیاده ولی به مرور کم و کمتر میشه و اینکه یه چیزی میشه شبیه بینی من که راضیم. که به من میگفتن که خب خیلی درد داره ولی اونقدر درد نداشت، درش خیلی کم. دوستان این نکته رو ما بارها گفتیم، بارها ازمون سوال میکنن اما باز هم تکرار میکنیم. موقعی که گچ رو برمیداریم بینی ورم داره. قطعاً بینی آینده شما اون بینی نیستش که بلافاصله بعد از گچ میبینید. چون این سوال زیاد تکرار میشه. باید صبور باشید به اقتضای فیزیولوژی بدن و رعایت‌های بیمار طبق اون چارچوب دستورالعملی که براتون شب قبل از عمل میفرستیم انشالله ورم زودتر برطرف بشه. اما باید در مجموع صبور باشید حداقل 1 سال تا به تدریج بینی شما به قول معروف جا بیفته. این یه واقعیته، این یه پایه علمی داره این صحبت. اگر صبر کنید و صبور باشید واقعا و حوصله کنید و ببخشید گوش به حرف بقیه نسپرین، بینی شما در آینده خوب خواهد شد. نگران نباشید.